بیلای گوسفنده از اون صبح که من به قبل زدم بزی گفتم برو گوسفنده را قبل بیرو کو اینا را ایمونا ریلی کو که به سرا بکرم بیلا تو بسیاری با خدا از 100 کلمه بگم 1 کلمه بحث نمیکنه از 100 کلمه که بگم 1 کلمه قود بشه کم همینانیه قود خب بیچاره همینا تو از تو نه همینا من زحمت میکشم به تو زحمت میکشم به کی زحمت میکشم همینا تو مول خودتونه من جیگر مکنده و واسطه شما زحمت میکشم شما هیچ خیال شما نیه چه کار کنم من کدو رار بگیرم کدو کار بکنم برای گوسفنده رای میکنم ایتا میکنم گوه میگم علاقی بندار نمیکنم من نمیدونم چه کار آقا گیلا کجا بدی؟ خانه بخورو آقا بخور گیلا تو کجا بدی که پیار تا قول مقال باسمان شده بود اگه ماله ها؟ پیار تا قول مقال باسمان شده بوده چره؟ من چه میگو گوسفندار رو در نکرده من دوار رو در نکرده میتا قول مقال دست خود میتا صدا دی تو با کجا؟ پیاله رو نکتی سرگ پیاله بطه هوای نکتی به خدا رو پیار تو بابا من راست میگه تو از تو با گونه و کجایی تو سه کلمه اشتا بابا کشو یا نیک آدم گندی بیدی کاش که بودم تو به تو بار نخو سکا یا نیک آدم بی عقلی بیدی تو سیکو ما رو اشتا بردارم از کجا بردارم بای ولی دست من به اینجا نمیرسه رنگشت تو بخواد شده تو با خورده نمیایی اینجا دو تو تک تو من هر رو کرو کن وای 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 اگر همی پیادر من قایم کنم دست از اینو سلام علیکم ماما نوروز. و علیکم السلام نیرو خیریات بخیر. چیکار پای؟ یاراستی. تاری. یا علی ماما نوروز. تو کار میکنی ماما نوروز؟ می دور درخت خودم چاق خوب بکندی. چی بگم ماما نوروز؟ همین گیلاک ساده بیام و اکتیو شد بازی گفتم پیار تو برات تو میگرده. اول کو گلاس بخورم گفتم بخور. گلاس را من لقمه همو چگاک. 1 ساعت میپرم که تو می گلاس بلاگی. کجا ماستیم بریم ماما نوروز؟ برم کاک کوی دارم اینو جمع کنم. ماما نوروز. جان. امی انگورا را مکه بخوردیم هیچ اصلا هم رفاقت هم سل نکردیم که باشه یک کارتن انگوری بدم سر همین نورولا رای کنم اگر رای نکنم با خود بگم بیا بخوای کارتن انگوری بکنه یعنی چیزی بگم شاید نورولا باور نکنی باور که خود میاش کم انگور نخورده این سال انگور به کجاه ماما نوروز خیلی غم نداره 1 سال تکو خور شدن میرم سال تبر میذارم میام دام باغ میایم دیگه یک چیزی به تو بگم شاید هم 1 کلیس هم به چونگان نداشته باشن لالا بیچ هم کو دیگه بخکول نیه دیگه ماما نوروز دیدم شما نگین دیگه شما یعنی نورولا ما دستیام تو میگی دول خیلیه یعنی هیچ چی نیه خب بودی که ما اصلا میگشوندم یعنی ماما نوروز کی تک نفری بود که وقت شما خیر ببینی یک تلیس انگوری از دام باغ شما بستون کاش که خدا یعنی نورولا تام سردیل داری به خدا با بیلا سختی نکنیم با 2 روز دیگه با تو من میگم از دستیام تو میگی دول خیلیه ما مال باغ اومدم سال تمر خیلی بگیریم 1 من انگور میگیری یا 1 من اندم رفاقت با شما نورولا ما انگور میگشوندم حالا رفاقت با شما چی شد مون رو رفاقت که به حساب انگور باشه هرگز نباشه خب این تا بگم نمیدونم خب راست میگم دیگه وقتی ما تو میگم ما از دستیام تو میگی دول خیلیه ای رقم نداره مشکل نیه آخی خدا تو به چنگم بنازن با کجا بودی؟ بله با کجا بودی از تو؟ به تو نگفتم گوسفندار ببر به تا باغچه لک و سرک و حال بیامدم گوسفندار گوشنگی پاک بری خوش شده بیدم
آخه تو چرا بحث نمی کنی ها؟ گوسفندار کو بابا بردم من صبح. ایسته صبح بردی که حالا من بیام همراه ایمونا گوشنه و توشنه موجگاه خو کرده بودم من بیرو کردم با تعمی باخته و اینا سیر کردم باز بزدم با خبر تا زمین نبیدم اشته نبیدم. با تا خبر بود ما از سیا میام تو میگی دول خیلیه به کدو اسیا بدیم شما؟ میگم ما از سیا میام تو میگی دول خیلیه ما امار گسپندار بابا گوسفندار به تشفتلا یالا کردم من. میگو چرا با من دروغ میگی آخه شما دروغ میگین. تو دروغ میگی که گسپندار گوشنه و توشنه به خبر زدهی که برس که خدا میزنه با کاغذ بدبزی بدی با کجا بدی حال بس. من دروغ میگم ها بغزاله من انگشتر دختر خاله من خاله به قربانت و شم بغزاله بریان کو یک شب میمانت اون بغزاله بریان کجی؟ کو خیلیت کجی چیز همی اسیایی که دول خیلیه کجایه؟ ما برو به دی خوشیا نداریم بابا پیار بگو تمام مالی ها؟ چی گفتا پیار تو؟ پیار بگو تمام از اسیا میام تو میگی دول خیلیه. خب پیار تو به سیا برسه و چه کار کنه؟ من چون به چی کارتم گوسفندام هم اینجا به تا اسیا افتاده مثل که. نه بابا ها گردارم من باشه بیشتر بافتاده. به سیا افتاده بود من گوسفندار صبح بردم صبح پیار بردم به قبل. خوب با من گفتم برو اینا رو یالا که به تا شفتلا. خوب فهمیدی؟ آه به تا سبستا و شفتلا. خوب ما کاری آیات ما برفته بود که ما بی باری برفتیم یک بار تامی که بیامدم پیار من میگم گوسفندا بافتاده به تا دول خیلی اسیا. من از اسیا آمدم تو میگی دول خیلی من گوسفندا. برسیدم گیلک به گپ تو ما پخته بفهمیدم که پیار تو چی گفته منجور گپ پادی چی میده با تو گفته گسپندار ببر به کجا ببر به شفتلا به یالا شفتلا یلدی بچرون تو بلا یلا ندیدی نیه نبردی بچرونی پیار تو که برفته بدیده دیده نیه برفته حالی که جلو تو میگیره تو هم از دروغ بری از گفتی من ببردم وقتی که برفته میگی اون بذار بول مثال گیله جو میگه من از سیا میام تو میگی دور خیلیه یعنی من برفتم به گسپندار نبردی تو بچرونده تو اینجا به من دروغ میگی که ما ببردم بچرونو نه من به پیار خو گفتم دروغ میگیم. خب ها من پیار من با من بگفتن که دروغ میگیم من گفتم دروغ شما تو میگیم. به پیار خود دروغ گفتی از دروغ بری گفتی گسپندار ما ببردم بچرونو مثال برو جو گردانم و بعد باشه پیار مگو به دول سیا خیلیه. تو پیار تو برفته بدیده که به تازمین شفتلی گسپندار نمیچره او هم با تو گفته من از سیا میام تو میگی دول خیلیه من میفهم که گسمندا ما بافتاده به تا دول. تو شکو تو نمیفهمی لالا ایتنیه. تو میفهمی خود عقل کم تو ضرب الفصل میفهمی من میفهمم. مثل ضرب مثل نیه همه دول نیه همه گسمندا ما بافتاده به تا دول خیلی. تو شکو از اسیا که بیامده پیار ندیده بافتاده گسمندا به تا دیگه دول. یک سواله تو از این دنیا میکنی خود چی میبینی به عقل کم خود کله گنده طور. وای 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 همون راست میده که تنه بکن یه عقل و کمال و شعور بکنه که شکر خدا فضل خدا هیچ کدوم برد نگیری سیکو تو با کجا کلون شدی برا تو برو خود کله گنده خوب وای 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 ای فمی زمین که تو را میری ای فمی نون دنیا هم که تو میخوری لگ روز به روز از سند عمری تین میشه ای عقل کم شده میره من نمیفهم چی وقت ما عقل گلگ بسه از جای بیه لا رمضان اشتنی برا سانجل خیریت تیار هستی سانجل خیریت تیار هستی برا جو همین دول همین اسیایی که دول خیلی باشه کجایه به کدو با معلم کنیه به کدو قلعه اسیا سیاره می نه چی؟ اسیایی که پیار میگم گفتن گندمار برات کو آنه گوسفند ما بافتاده به تا دول اسیا. دیونی تو دیونه ای. اسیا بلنده بعد اسیا سیار هم باشه دول بلند اسیا دیکونی هم باشه دول گوسفند به دول اسیا چی کار داره؟ بابا گوسفندا قرار بود که ببرم اینا رو بچرون نبردم نچرون مصوم برفتم به خوبی باره بعد خب فهمیدی؟ خب. ما و عباس خب ما و عباس برفتیم به پل مالون رفتیم امرو گفتم به پل مالون جمعه اسب درونی و سکل پریشیه سکلار پرشتیم مثلا به میله بریم به ای بر بریم به او بر بریم اسب درونی کنیم بالاخره گوسفندا یاد ما برا دم که میرفتیم به طرف گوسفندا پیام ما بدیدم میگم ما مال از اسیا میام تو میگی دول خیلیه
انال گوسفند افتاده به تا دول سیاه. گوسپندا گفتم من از سیام تو بگی دول خیلیه. ای تنیه که گوسپند افتاده باشه به تا دول سیاه. نه به تو گفتم برو گوسپندار جمع کن، تو جمع نکردی. صحیحه؟ بابا تو گفتم چرا گوسپندار جمع نکردی، تو گفتی نه من جمع کردم. صحیحه؟ خوی همی گپ میشه. من از سیاه میام تو میگی دول خیلیه، یعنی من به تو گفتم گوسپندار جمع کن تو جمع نکردی. بابا که به تو بگفتم گفتی جمع کردم، یعنی من پیش گوسپندا آمدم میبینم که گوسپندا جمع کردنیه، تو میگی جمع کردم. این معنی سیاه و دول برادرمه. همینه. بله.